السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این لحظه که میبینه ما در داخل حرم و در روی خانه خدا با همراهی برادر قاری معراج‌دین قرار داریم. حمد و سپاس ستایش پروردگار یکتا را که باز ما را به مهمانی خانه‌اش و قدم زدن گرد خانه‌اش نصیب گردانید. این لحظه که در این سرزمین مقدس هستیم که جای اجابت دعاست برای تمام هموطنانم. دعاگو هستم که پروردگار پاک من چه نیت‌ها و مرادها و مقصودهای نیکی که در دلشان دارند، پروردگار همگیشان به نیت‌های نیکشان رسانشان. پروردگار آن برادرانی که قصد و اراده آمدن به این سرزمین دارند، آمدن و قدم زدن در گرد خانه‌ات و دعا کردن در گرد خانه‌ات را برایشان نصیب بگردان. پروردگار پاک من برادرانی که در شهر روسیه هستند، بهر کار سفر کردند، در کسب و کارشان قرار و برکت و خوشایش ارزانی بساز. باز به جیب پر به وطن عزیز ما تاجیکستان برگشتن را برایشان نصیب بگردان. پروردگار این همه نعمت آرامی و آبادی، صلح و ثبات و تنجی وطن عزیز ما تاجیکستان است که ما در این سرزمین مقدس آرامانه به قرائت و تلاوت و عبادت مشغول هستیم.